سلام، من متین هستم. اومدم با یه ویدیو دیگه از ماینکرافت راجع به واسه اسکین گذاشتن. نگاه کنین، وقتی شما اسکینتون اومد یه آدم معمولیه. حالا نگاه کنیم، من الان این اسکینا رو گذاشتم. البته این مال قبلا، مال فصل قبلیه. این کریپره، این خیلی عجیبه واسم. نگاه کنین، باید بیاین رو این گزینه که عکس یه چوب لباسیه. بعد وقتی اومدین اینجا باید وایسین این بیاد. البته اول باید عکس آدمتون بیاین تا بتونین بیاد اینجا. البته این یه ذره کنده. نگاه کنین، حالا ما یه ذره اینجا تا بخوریم، مثلا اینترنت هم ضعیفه. بعد فکر نکنیم مثل اون برنامه یاین که دانلود میکنین که بعد کسی نمیتونه آدماتون رو ببینه. این دیگه چون داخل خود ماینکرافته دیگه واقعیه، فقط این خیلی نت ضعیفه. خب نگاه کنین، این آدما میان، بعد بعضیاشون نگاه کنین این قفل نداره مثل بقیه. مثلا این نگاه کنین، یعنی این پولی نیست. الان من نمیخوام الان اینو، من الان نگاه کنین، ولی اونایی که قفل دارن نمیشه گذاشت. حالا شاید یکیتون خواستین اینو بذارین. نگاه کنین، حالا بیاین پایین تر هستن و این هست که من ازش خوشم میاد. مثلا نگاه کنین، مثلا من که این دارم، اگه میخوام باید کلید کنم رو این. مثلا اگه یه مبلغ پول داشته باشه نمیتونیم بزنیمش. من الان زیاد آدم گذاشتم. این الان یه دلغه که خیلی شاید دوستش داشته باشن. البته این خیلی باحاله، یه ذره ترسناکه واسه من یه بار وقتی اینو گذاشتم کریپر نیومد سمتم. واقعا دیگه خیلی عجیبه. خیلی واسم عجیب بود که کریپر نیومد سمتم. خب نگاه کنین، الان این قفله ولی خیلی باحال. الان یه اسکین یخه ولی بقیهشون قفلن. این آبه ولی قفله. حالا خیلی زیاد داره اسکین. نگاه کنیم، الان اینو دارم که خیلی دوستش دارم، خیلی قشنگه. با این بود که خیلی دوستش دارم اینو. خب خدافظ، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفاً ویدیو لایک کنین، سابسکرایب کنین و خدا حافظ.